بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله سبحانه وتعالى میگه که ادعونی بطلبین از ما، دست دعا و بارگاه ما بلند کنین، استجب لکم تا ما بر شما اجابت بکنم. و در ادامه آیت شریف میگه که ان الذين يستكبرون عن عبادتی، یقینا کسانی که تکبر میکنن از عبادت من. پس اینجا دعا عبادت است و کسی که میگه از دعا تکبر میکنه، به بارگاه الله دعا نمیکنه و یا به عوض الله و مخلوق دعا میکنه، اینجا در خاتمه آیت میگه سیدخلون جهنم داخرین، اینا داخل میشن به دوزخ به شکل بسیار خوار و ذلیل. در آیت دیگه الله سبحانه و تعالی میگه و اذا سألك عبادی عنی، وقتی که بنده های ما در مورد ما سوال بکنه، فانی قریب، یقینا که ما به بنده خود بسیار نزدیک هستم. اجیب دعوت الداع، ما دعای دعا کننده را اجابت میکنم. اذا دعانی، وقتی که یا به شرطی که او دست دعا به درگاه ما بلند بکنن، به مخلوق مراجعه نکنه. فلیستجیبوا لی، الله میگه پس شما به ما اجابت بکنین، یعنی آنچه که براتان امر کردم اوامر مرا اجابت بکنید. ولیؤمنوا بی، و به ما ایمان داشته باشین، عقیده تان به ما باشه، نه که به غیر الله باشه. لعلهم یرشدون، شاید که انسان ها به مقصد خود برسند. سوره بقره آیت 186. در حدیث شریفی که ابو داود در جلد دوم صفحه 78 و ترمذی در جلد پنجم صفحه 211 و ابن ماجه در جلد دوم صفحه 1258 روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. وقتی که دعا عبادت شد، پس میگه که الله گفته که وقال ربکم ادعونی استجب لکم، الله میگه دست دعا و بارگاه ما بلند بکنین. وقتی که عبادت شد، ما و شما میگیم در هر رکعت نماز که ایاک نعبد، یا الله خاص تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و فقط از تو کمک میخوایم. همچنان حدیث دیگه هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که این هم ابو داود در جلد دوم صفحه 78 و ترمذی در جلد پنجم صفحه 557 و ابن ماجه در جلد دوم صفحه 1271 روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان ربکم تبارک و تعالی، یقینا که پروردگار شما حی کریم، بسیار حیاناک است، کریم بسیار با کرم است، یستحی حیا میکنه من عبده از بنده خود، اذا رفع یدیه الیه، وقتی که بنده دستای خود به بارگاه الله بلند کنه، ان یردهما صفرا، که این دست خالی رخصت بکنه. الله سبحانه تعالی دست خالی یا صفر انسان رخصت نمیکنه. الله از بندش حیا میکنه وقتی که بنده دست دعا به بارگاهش بلند بکنه. در حدیث دیگه که ایره امام ترمذی و احمد ابن حنبل روایت کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ما من مسلم یدعو الله بدعوت، هیچ مسلمان دعا نمیکنه به الله به یک دعای لیس فیها اثم ولا قطیعه رحم، یعنی سعی کنین شرط قبولی دعا چی هست که این گناه نباشه و قطیعت رحم نباشه، یعنی دعایی که او دعا گناه داشته باشه، یعنی یک دعای بد باشه. ما شما میگیم دعای بد کرد. ولا قطیعت رحم، و قطع رحم یعنی قطع رابطه با اقارب، الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، مگر ای که الله سبحانه و تعالی برش یکی از سه چیزا میده. یعنی انسان که دعا کرد
رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه از این سه چیز یکیش برش میته. اما ان تعجل دعوته، یا که عاجل دعای ازیر اجابت میکنه. اما ان تعجل دعوته و اما ان یدخرها له فی الاخره، یا که ایره چی میکنه؟ ذخیره میسازه برای آخرتش. یعنی دعای مؤمن حتما قبول میشه. دعای مؤمنی که مطابق احکام الله باشه حتما قبول میشه، مگر در نتایجش سه نتیجه برش می باشه. یکی از سه نتیجه، یا ای که دعایش عاجل قبول میشه و این آثارش میبینه، و اما ان یدخرها له فی الاخره، یا ای که الله به اساس رحمت خود دعای زیر قبول میکنه، برش ذخیره میکنه در آخرتش. مثلا تو دعا میکنی یا الله برای من یک دونه موتر 2016 بده، یا الله برای تعجل موتر 2016 میته، دعایت قبول میکنه. یا الله در علم غیب خود میفهمه که از دنیا که در آخرت برات خوب است، در پل صراط مردم پیاده روان است، همین دعای تو قبول شده، موتر 2016 اونجا داری و اون موتر از پل صراط مرور میکنی. متوجه هستین؟ و اما ان یصرف عنه من السوء مثلها، یا ای که وقتی دعا که دعای زی قبول شد، یک چیز خواسته در پالوی همی چیزی که طلب کردم، برازی یک بدی هست که حال در بلا مبتلا میشه، در مقابل از دعا الله سبحانه و تعالی امو بدی را از پیش ازی دور میکنه. قالو اذن نکثر، اصحاب رسول الله هم گفتن خیلی وقتی که دعا اینقدر تأثیر داره و اینقدر منفعت داره و اینقدر قبول میشه و اینقدر به دنیا و آخرت ما فایده داره، پس ما زیاد دعا بکنیم. قال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الله اکثر، یعنی هر قدر شما دعا زیاد بکنین به اندازه کثرت دعای شما الله بر شما اجر بیشتر براتون نصیب میکنه، امو ثواب بیشتر نصیب میکنه. موضوع دیگه که است عبادات توقیفی هستن. عبادت ها چی هستن؟ توقیفی هستن. پس ما عبادت وقت امو قسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده امو قسم باید عبادت بکنیم. چی معنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ربنا دعا کرده، دعایی که در قرآن است، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. پس همیش گفته که یا پروردگار، یا مثلا رسول الله صلی الله علیه و رب گفته، بر رب گرفته نام الله را، گفته اللهم رب جبریل، یا الله تو پروردگار جبریل هستی، رب میکائیل هستی. بناهن ما به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ دعا از پیش از او ثابت نیست که رسول الله گفته باشه یا الله به حق آدم علیه السلام، به حق موسی علیه السلام، به حق ابراهیم علیه السلام، یا ما فلانی رو برای تو وسیله میسازم، ابراهیم علیه السلام یا اسحاق علیه السلام یا یعقوب علیه السلام. این قسم نبوده. یا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته باشه پیش قبر کدام کسی گفته باشه که به حق ازی، چرا هیچ کس سر الله حق نداره. پس دعای ما وقتی قبول میشه که به طریقی کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا زیاد میکردن و دعاها زیاد آمده. به این خاطر ما و شما اذکار است و دعاها هست که صبح و شام گرفته میشه و این یکی از علما به نام حصن المسلم، پناهگاه مسلمان، این احادیث جمع کرده. ان شاء الله تعالی ما شما همین احادیث شروع میکنیم و بخیر چی است که درباره ذکر الله هست و در دعاهایی که هست امیر شروع میکنیم. لکن قبل از این یکی از عبادت ها ذکر است، یکی از عبادت ها دعا شد و یکی از عبادت ها ذکر است. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در آیت قرآن چی میگه؟ و این من شیء الا یسبح بحمده، و این من شیء الا یسبح بحمده. میگه هیچ چیزی در دنیا نیست، هیچ چیزی از مخلوقات نیست، حتی جامداتی که شما جامد فکر میکنین، نباتات، حیوانات، مایعات، گازات، تمام مخلوقات، میگه یار شما تو جامد فکر نکنین. هیچ چیز شیء، اطلاق شیء سر کل چیز میشن، هیچ مخلوق نیست الا یسبح بحمده، مگر او مخلوق چی میکنه؟ تسبیح میگه به حمد الله سبحانه و تعالی.
ولكن لا تفقهون تسبیحهم، لکن این مشکل شما انسان ها هست. الله میگه که شما تسبیح از اونا را درک کرده نمیتوانین. اونا تسبیح الله را میگن، الله را به بزرگی، الله را به عظمت، الله را به پاکی یاد میکنن، ولکن الله میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لکن شما تسبیح از اونا را یعنی نمیفهمین. و اذا سألك عبادی عنی، الله میگه وقتی که بنده های ما در مورد ما سوال بکنه، فانی قریب، ما بنده های خود چی هستم؟ نزدیک هستم. پس وقتی که انسان دعا میکنه چرا به غیر الله مراجعه میکنن؟ الله قریب است، الله رحمان رحیم است. اگر میگی الله برای من نعمت ها را نداده، انکار نعمت میکنی. امی تمام اعضای بدنت محاسبه بکن. امیال پیش یک دکتر طب برو بگو من امی چشمای من چند از قیمتش اگر چشم نمیداشتم، برات میگه $40,000 مصرف میکنی یک دو تا چشم برات نصب کنی. برش بگو اگر گرده نمیداشتم چند میشد، برات میگه 2 تا گرده 30 لک افغانی کلدار مصرف کار داره که بر تو گرده نو پرتیم. خب بگو ششم چند است و قلب ما چند است. تمام اعضای بدن تو $10 میلیون قیمت داره. الله $10 میلیون برای تو از رحمت خود بخشیدم و برات میگه که من برات نزدیک هستم. اذا سألك عبادی، اگر تو میگی من بنده الله نیستم، رحمت الله سر من نیست، این خود رحمت الله است که کل نعمت ها را برات تو دادم. مثلا یک کس میره خارج یک جای سفر، من برای تو مثلا $100 تحفه میاره. این دلیل چی است؟ دلیل مهربانی از او است که برای تو را دوست داره، با تو محبت داره، بر تو شفقت داره، سر تو مهربان است، تو را بر دیگرها برتریت داده. الله سبحانه تعالی سر ما تو رحمت داره که ما تو انسان خلق کرده و ما تو کرامت داده. ولقد کرمنا بنی آدم، این دیگه نعمت الله هست. الله دوست ما داره، الله دوست ما داره، محبت داره به امرای ما که ما را مسلمان خلق کرده. الله ما را دوست داره که عقیده صحیح نصیب ما کرده. سبحان الله، عقیده کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا رسول الله سمیه که ترکت فیکم، در شما دو چیزه، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، ما بر شما دو چیز ترک کردم که این هیچ شما گمراه نمیشن وقتی که به این تا تمسک کتاب الله و سنتی. اینا دو نعمت بزرگی است که میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ما و شما کسایی که عقیده درست دارن و منهجشان منهج کتاب و سنت است، قرآن عظیم شان است و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، در حقیقت ما و شما چی کردیم؟ میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتیم. الله بر ما این توفیق نصیب کرده. اینا چرا ناسپاسی الله را میکنیم؟ باید بفهم اینا الله میگه اذا سألك عبادی، امی بنده ما و شما رسید که الله بنده خود گفته. این اضافت تشریفی میگن. اضافت چی میگن؟ تشریفی. الله کل مسجدها بیت الله هستن، لکن بیت چیز کعبه شریفه چی گفته؟ بیت الله گفته. کل خانه های الله هست، کلش ملک الله هست. در حقیقت تمام از این امی که الله میگه که کعبه بیت الله هست، این اضافت ملک و تشریف است. مالکش الله هست و برای ازش شرف داده. برای عیسی علیه السلام میگه روح الله. چرا؟ اضافتی که عیسی علیه السلام مالک عیسی علیه السلام الله هست، بنده الله هست و همچنان برای شرف داده که ایره روح داده. و با شما هم گفته و نفخت فیه من روحی. الله میگه اضافتی چی شد؟ ما بر بنده های خود روح مخلوق الله هست. متوجه هستین؟ پس وقتی که الله به خود نسبت میده، این اضافت تملیک و تشریف میگن. یکی ایست که الله مالک ازی هست و دیگه چی است؟ این شرف داده. پس روحی که در وجود ما و شما هست، روحی است که الله این عزت داده. در قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم عزت میده. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میمان شد، در وقت میمانی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که در معراج الله این میمان میکنه، الله برش میگه که و سبحان الذي اسرا بعبده بنده خود. علما مفسرین کرام میگه اگر ذکر لقب بهتر می بود و شرف بهتر می بود و عزت بهتر می بود، الله در میمانی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میداد. پس الله سبحانه تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این عزت داد.
در معرض سوال و دعا ما و شما کسایی که بر الله دست دعا بلند میکنه امی عزت میته. اذا سألک، وقتی که سوال میکنه از تو ای رسول الله سلام، عبادی، بنده های من. اضافت چی شد؟ که ما بنده الله هستیم و الله بر ما این عزت نصیب کردن. الله میگه فإنی قریب، ما چی هستم؟ یقین داشته باشین که ما به بنده خود نزدیک هستم. اجیب دعوت الداع، ما اجابت میکنم دعا کنندرن. اذا دعانی، به شرطی که ایاش یا متکلمش حذف شده که مضاف الیه است، به عوضش کسره آمده. اذا دعانی اصلش یعنی در صورتی که بنده دست دعا به بارگاه کی بلند کنه؟ به بارگاه ما بلند بکنه. الله سبحانه و تعالی میگه. پس الله سبحانه و تعالی در فضیلت ذکر چی میگه؟ یا ایها الذین آمنو، سیکن خطاب از بر مؤمنان. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت داشتن که وقتی یا ایها الذین آمنو برشان گفته میشد، ذهن خدا آماده میکردن که الله چی امرش از بالای ما، چی حکم الله بالای ما میشه که ما او را چی کنیم؟ تطبیق بکنیم. الله سبحانه و تعالی سیکن نداء میکنه برای ما و شما، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، اذکروا الله ذکرا کثیرا، یاد کنین الله را، ذکر بکنین الله را ذکرا کثیرا. سبحان الله، زیاد یاد بکنین الله، ذکر الله را زیاد بکنین. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر که ما الله را ذکر کثیر بکنیم، تطبیق بکنیم، در کل حالات زندگی بر ما اذکار بیان کردن. از خواب میخیزی کدام ذکر است، به خواب میری کدام ذکر است، آب مینوشی کدام ذکر است، در خانه داخل میشی کدام ذکر است، از خانه بیرون میشی، یعنی کل حالات زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما این اذکار یاد داده. چرا؟ به خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد که ما و شما چی کنیم؟ امی آیات قرآن تطبیق بکنیم. چرا؟ اسلام که از شعبات داره، شعبه اول، دوم، الایمان بدع و سبعون شعبه، ایمان 70 چند شعبه داره. معنای 70 چند چی است؟ یعنی شعبات ایمان بسیار زیاد است. شما چی کنین؟ باید در هر شعبه ایمان نمره 100 داشته باشی و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امی شعبات ایمان یکی بیان کردن. یکی از شعبات ایمان چی است؟ ذکر است. ذکر است. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذکروا الله، یاد کنین الله را، ذکرا کثیرا، به یاد کردن زیاد. از خواب میخیزی، در خواب میری، در دسترخوان ششتی، در بستر خود میپردی، با پالوی راست خواب میکنی، شب از خواب میخیزی، کل زیرا. این ذکر کثیر است که باید الله همیشه به یادت باشه، همیشه به یادت باشه در هر لحظه زندگی. باز آیت دیگه قرآن چه؟ این سوره احزاب آیت 41 بود. در آیت سوره بقره آیت 152 چی میگن؟ الله سبحانه و تعالی میگه سعی کن، امر است، سعی کنن اذکروا. این علما کسانی که صرف و نحو را میفهمن، اذکروا چی است؟ ذکر یذکروا، اذکر فعل امر است و اذکروا با کلگی، فعل امر است برای کلگی. یا ایها الذین آمنوا، کلتان، اذکروا الله ذکرا کثیرا، بسیار ذکر بکنین. در آیت دیگه الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ فذکرونی اذکرکم، فذکرونی، شما ذکر بکنین مرا، یاد کنین مرا به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. فکرتان باشه توقیفی هست. ای که ما مثلا میخیزیم، بعضی کسا مثلا از دیگه ادیان متاثر هستن، ذکر خدا و عبادت خدا به طریقه از اونا میکنن، الله قبول نمیکنه. اذکرونی، ذکر کنین مرا، اذکرکم، یعنی الله چی میگه؟ شما مرا یاد کنین تا من شما را یاد بکنم. اذکرونی، یاد کنین مرا در حالت جوانیتان، در حالت قدرتتان، در حالت قوتتان، در حالت تواناییتان مرا یاد کنین، فراموش نکنین الله را. اذکرکم، باز من شما را در کجا یاد میکنم؟ اذکرکم، شما را یاد میکنم. عین یذکرون الله سبحانه و تعالی، کجا یاد ما میکنه الله سبحانه و تعالی؟ فی الملأ الاعلی، در کجا یاد ما میکنه؟ در بین ملائکه. بر جبریل امین میگه، بر میکائیل میگه. ببین که بنده های ما چی میکنن؟
ذکر مرا میکنن، یاد مرا میکنن. بر رحمت خود شما را یاد میکنم. الله چه قسم یاد میکنه؟ وقتی که ما الله را یاد کنیم، الله با رحمت خود ما را یاد میکنه. وقتی ما در خوشی ها الله را یاد بکنیم، الله در حالت مشکلات و غم و درد ما را یاد میکنه، برای ما شفا نصیب میکنه، عزت نصیب میکنه. ما و شما را وقتی الله را در دنیا یاد کنیم، الله در آخرت ما را یاد میکنه. در پل صراط به یاد الله می باشیم. وقتی که در پل صراط به یاد الله بودیم، از پل صراط به 1 ثانیه مرور میکنیم. یک نفر از پل صراط در 1 ثانیه مرور میکنه، یک کسی دیگه از پل صراط شاید 10,000 سال برسه در جنت. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، لكن داخل الجنه باز داخل شدن در جنت فرق میکنه. پس اینجا هم الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ فذکروا فعل امر، ای بنده ها یاد کنید مرا یاد کنید. در وقتی که در وقت برات مشکلات آمد بگو یا الله یا رب. نام مخلوق نگی، رجوع به مخلوق نکو، مخلوق خودش محتاج است. الله میگه یاد مرا بکنین، امر شد. پس ما در ذکر خود، در دعای خود، اگر کسی مخالف امر الله کار میکنه، الله از چی میشه؟ از اذکرکم میمانه. خب مهم شروع میکنیم سر کتاب حسن المسلم. این مقدمه است. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له. این هم یعنی خطبه کس، این خطبه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده یا در احادیث آمده. پس ان الحمد لله، تمام حمد برای الله هست. نحمده، ما تمام حمد و ثنا و صفت برای الله میکنیم. و نستعینه، و ما از الله استعانت میخوایم. و نعوذ بالله من شرور انفسنا، و ما به الله پناه میبریم از بدیهای نفس خود. از چی میکنیم؟ از به الله پناه میبریم. و سیئات اعمالنا، و ما به الله پناه میبریم از چی؟ از زشتیهای اعمال خود. من یهده الله فلا مضل له. متوجه باشین کسی را که الله هدایت کنه او را کس گمراه ساخته نمیتونه. هدایت کار الله است. بعضی اوقات مشکلی است که شما جوانایی که دعوت میکنین در دعوتتان قار میشین. یکی کار پیغمبر است، یکی کار الله است. ما و شما امت رسول الله صلی الله علیه و آله باید کار پیغمبر را بکنیم، کار الله را به الله بگذاریم. الله چی میگه؟ انما علیک البلاغ و علینا الهدى. تبلیغ وظیفه تو است، هدایت کار ما هست. ما و شما بسیاری وقتا که یک کسی را به طرف دین دعوت میکنیم و او هدایت نشد یا قبول نکرد، باز جگرخون میشیم. کار ما نیست. ما در کار الله مداخله کردیم. همین که جگرخون شدیم، متوجه هستیم، مداخله کردیم. ما باید برسانیم. دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه پنجم، دفعه 20، دفعه 99. متوجه هستیم؟ هر قدر که میشه دین بر از او میرسونیم. الله رسول الله صلی چی میگه؟ من یهده الله، کسی را کی هدایت کرد؟ الله. تو تبلیغ کردی، دین رساندی، هدایت کار الله هست. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. او کسی را که الله گمراه کنه، بازو کسی او که قلبش کثیف باشه، قلبش مردار باشه، منافق باشه، مشرک باشه، مرتد باشه، کمونیست باشه، سیکولر باشه، دین الله را قصداً ترک بکنه، جاسوس باشه، شیطان باشه، به ضد مسلمان ها کار میکنه. و من یضلل فلا هادی له. تو را هدایت کرده نمیتونه، او را هدایت کرده نمیتونه. و اشهد ان لا اله الا الله. خود رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله چی میگفت؟ و اشهد و ما شهادت میدم لا اله، این که نیست هیچ کسی که ذاتش مستحق باشه که ذاتش عبادت شود. و اشهد ان لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود. دو چیز، دو صفت داشته باشه، ذاتش عبادت شود و شریعتش. رسول الله صلی الله علیه و آله من شهادت میدم هیچ کس مستحق از این نیست که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا الله. بغیر از کی؟ بغیر از الله. الله هست که ذاتش عبادت میشه، بغیر از الله به کسی دیگه عبادت نمیکنه. و ما شهادت میدم که بغیر از الله به کسی دیگه عبادت نمیشه. و رسول الله صلی الله علیه و شهادت میده کسی که بغیر از الله به کسی دیگه به نام کسی مخلوق نظر میکنه، به نام مخلوق مثلا قربانی میکنه، زیر پای کسی ذبح حیوان میکنه،
او هیچ کدام از اون مستحق از این نیستن، اونا اله نیستن، اونا خودش مخلوق است. تو مخلوق معبود میسازن، مخلوق در جای معبود قرار میده. پس این رسول الله صلی الله علیه و آله اشهد و ما شهادت میتم لا اله است که نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله وحده لا سبحان الله. سأقول رسول الله صلی الله علیه و بر ما و شما دین حرف و کلمه یاد ما میده. وحده با یگانگیش فقط بر الله، لا شریک له، الله شریک نداره، نه در ذاتش، نه در عبادتش، نه در افعالش، نه در صفاتش، نه در شریعتش. متوجه هستی؟ الله سبحانه و تعالی ذات واحد یگانه هست. این بزرگترین نعمت الله هست که انسان امی شهادت که میته معنایش بفهمه و مطابق از عمل بکنه. و اشهد و رسول الله صلی الله علیه و من خودم شهادت میتم، من شهادت میتم. ببینید وقتی که رسول الله صلی الله علیه و شهادت میته باید شهادت رسول الله صلی الله علیه و ما و شما قبول داشته باشیم. رسول الله چی میگه؟ و اشهد ان محمدا عبده. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه من خودم شهادت میتم، من شهادت میتم که من که محمد هستم. ان یقینا که ان یقین داشته باشین، باور داشته باشین من که محمد هستم، چی کاره هستم؟ عبده من کی هستم؟ بنده الله هستم، بنده الله هستم. صفات الله را بر من نتین. در وقت مشکلات در دعا نگفته که ادعو محمدن، گفته ادعونی. الله را دست دعا را برش بالا کنید. در پیش قبر من دست دعا بلند نکنید، دعا بر من دست نگویید که محمد، صدا نکنین، استغاثه به من نکنین، از من کمک نخواین، استعانت از من نخواین. من خودم بنده هستم. و اشهد ان محمدا عبده، من شهادت میدم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله هست، من بنده هستم. صفات خالق بر من نتین. و رسوله و چیز؟ و رسول الله هستم. بله الله بر من الله فرستاده است، بنده هستم، اول بنده هستم، بنده هستم و رسول الله هستم. صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من تبعهم باحسان الی یوم الدین و سلم تسلیما کثیرا. اما بعد. خب ما و شما فضائل ذکر در آیت شریف خواندیم که فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سوره بقره آیت 152. آیت دیگه گفت که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ایرام خوانده و دیدیم که فعل امر است. همین قسم که الله میگه که نماز بخوان، الله میگه روزه بگی، الله میگه ذکر بکن. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، نگفت ذکرا قلیلا، گفت ذکرا کثیرا، زیاد ذکر بکنین. ذکر کثیر چه وقت واقع میشه؟ که انسان در هر حالت زندگی الله را یاد بکنه. از خواب که خیسی باید بفهمی که چیز ذکر میکنی. و الذاکرین، سعی صفات مؤمنین میگه که و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات. سبحان الله. کسانی که الله را ذکر میکنن، مردهای مؤمنی که الله را کثیرا، سبحان الله، کثیر. یا جماعه اذكر الله ذکرا کثیرا. یا جماعه الله يقول والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، مردهایی که الله را زیاد ذکر میکنن، والذاکرات و خانمها و دختران مؤمنی که الله را زیاد ذکر میکنن، یاد میکنن. اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. الله برشان چی را آماده کرده؟ اعد الله برشان آماده کرده لهم، بر از همین زنها و مردهای مؤمن، مغفره، کنار الله می بخشن، و اجرا عظیما، و اجر بسیار بزرگ. سوره احزاب آیت 35. باز چی میگه الله سبحانه وتعالی؟ میگه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. سبحان الله. وقتی که الله را یاد میکنی، الله چی میگه؟ واذكر ربك في نفسك، الله را پیش خود یاد کو. الله را وادی که از خواب بیدار میشی یاد کو. الله را وادی که خواب میشی یاد کو. الله را چه قسم؟ واذكر ربك في نفسك، پیش خود یاد کو.
تضرعا در حالی که بسیار تضرع داشته باشی، عظمت الله را در قلبت جای بدی. سبحان الله، الحمدلله، به قلب سکن. وقتی که با قلب تسبیح میگی تیسیز گفتن نمیتونی. سبحان الله، سبحان الله. وقتی که مثلا 100 تسبیح را بعد از نماز در 1 دقیقه خلاص کردی، غلط کردی. تسبیح ذکر الله را صحیح نکردی. باید با قلبت سبحان الله، در قلبت الله پاک است. الحمدلله، حمد و ثنا و صفت خاص برای الله است. ولا اله الا الله، در قلبت لا اله نیست هیچ کسی، هیچ معبودای باطلی که عبادت میشن اینا مستحق عبادت نیستن. هیچ ملائکه، هیچ پیغمبر، هیچ ولی، هیچ نبی، هیچ کسی صلاحیت عبادت نداره الا الله، بغیر از الله. باید ذکر چیه؟ واذکر ربک فی نفس. الله میگه الله را یاد کن در نفست که خودت با الله باشی، خودت با الله باشی، خودت با الله باشی. تضرعا، در حال بسیار تضرع، در حالت بسیار عاجزی، در حالتی که خود بندگی خود احساس کنی و عظمت خالق احساس بکنی. و خیفتن، و آهسته، چیغ نزن. الله سمیع است، الله علیم است، الله بصیر است. یا بنی، لقمان برای بچه خود چه قسم نصیحت میکنم؟ یا بنی انها ان تک مثقال حبت من خردل. یا بنی، ای بچگاه که من، انها ان تک، یقین داشته باش که اگر باشه، مثقال حبت من خردل، یک دانگه که بسیار کوچه، مثل دانگه که بسیار خرد دانه اسپند، اگر شما میلیون توتش کنین به اندازه یک ذره باشه، به اندازه یک مخلوق یک حجروی باشه که او را بدون میکروسکوپ دیده نتانی. یا بنی انها ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرات، در بین یک سنگ بسیار بزرگ باشد. او فی السماوات، یا در آسمان ها پنهان باشد. او فی الارض، یا در داخل زمین در یک چقوری در بین یک چای عمیق بند باشد. یأتی به الله، الله او را حاضر میکن، الله او را میفرد. ان الله لطیف خبیر. لطیف، بسیار باریک بین است، چیزهای بسیار باریک میفهمه. لطوفه، صغور اشیاء صغیره جدا. ان الله لطیف، بسیار لطیف است، یعنی بسیار باریک بین است. اگر اینمی عمل انسان یا ذکر انسان یا سخن انسان یا کدام عمل خوب یا زشت انسان فی صخره، در یک سنگ بسیار کلان باشه، او فی السماوات او فی الارض، یأتی به الله. ان الله لطیف، لطیف، بسیار باریک بین است. خبیر، بسیار با خبر است از کل چیز. از این خاطر وقتی که ذکر الله را میکنین، الله میگه که الله را یاد کنین فی نفسی، که تضرعا، بسیار تضرع داشته باشی. تضرع سعی کنین، در خیزدن تضرع میشه برای یک نفر که خود وقتی که انسان وقتی که عظمت الله را چی کنه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله نماز مسلمانان را چه قسم میگه در قرآن؟ قد افلح، یقینا که کامیاب شد. الذين، قد افلح المؤمنون، کامیاب شد المؤمنان. الذين هم في صلاتهم خاشعون، در نماز خود خشوع داشتن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و میگفتن پیش از اینکه این آیت قرآن نازل شد ما در نماز یگان دفعه طرف آسمان سر خدا بلند میکردیم. وقتی که این آیت نازل شد ما جرأت نمیکردیم که حتی در نماز سر خدا بالا سایل بکنیم. فقط با چی بود؟ خشوع بود. خشوع چی است؟ ذکر عظمت خالق در قلب و خاموش شدن جوارح. این خشوع است. خشوع چی است؟
که عظمت خالق در قلبت جای بگیره و این عظمت خالق که در قلب تو بود اعضای بدن تو را چی میسازن؟ خاموش میسازن. یک نفر در ریش خود ساتری میکرد، دمویای خود، اگر این نفر میگه خشوع میداشت، این دست از این هم باید چی میبود؟ خاموش میبود. باز در عبادت الله در قرآن نماز مؤمنین هم بیان کرده و نماز مشرکین هم بیان میکنه. نماز مؤمنین چی است؟ قد افلح المؤمنون، یقینا که کامیاب شدن المؤمنون، مؤمنان. الذین، سیکو قرآن تفسیر میکنه، خود قرآن آیت دوم آیت اول تفسیر میکنن. امی مؤمنان که کامیاب هستن کی هستن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی هستن که در نماز خود چی دارن؟ خشوع دارن. چی معنی خشوع؟ با قلب نماز میخونه، اعضای بدنش خاموش از خاموش. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما که میگه منهج صحابه را بگیرین، به طریق صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت بکنین، این منهج سلف صالح است. سلف صالح کی هستن؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم عبادت میکردن؟ وقتی که یک صحابی مبارک در پیش کعبه نماز میخوان، قد افلح المؤمنون در وجود از این مشاهده میکردی. چه قسم؟ وقتی که نماز میخوان در پیش کعبه شریف، این آنقدر نمازش طویل است و آنقدر خشوعی هست که پرنده ها فکر میکردن که این درخت است. پرنده ها فکر میکردن که این صحابی نیست، این درخت است. سر شانش کفتر میامد میشیش. یعنی از دست که اینا زیاد تمت در خشوع در مقابل خانه کعبه و نماز میخونه. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خطاب میکنه به الله، ایاک نعبد، یا الله خواست را عبادت، و ایاک نستعین، در قلب خود یا الله فقط اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما را به راه راست هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم، برای کسانی که انعام کردی سرشون. یا الله ما را در راه نبیین ببر، در راه پیغمبرا ببر، در راه صدیقین ببر. صدیقین که است؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی، مهاجرین، انصار رضی الله عنهم و رضوا عنهم. الهی دبر از ما هم راضی شو. غیر المغضوب علیهم، پروردگارا ما را در جمله مغضوب علیهم نگردان. مغضوب علیهم کی است؟ علمای یهود هستند، علم زیاد دارن، شیخا هستند، لکن غضب الله سرشان نازل شده، عمل ندارن. ولا الضالین، الهی پروردگارا در مرا در جمله بدعتکارای نصارا نبری. چرا؟ با جهل خود در دین بدعت کردن، با جهل خود در دین نوآوری کردن، عبادت زیاد میکردن، عبادت بدعتی. یا الله مرا مثل از او بدعتکار نگردان، مرا عالم نگردان که توفیق عمل نباشه. وقتی که صحابه نماز میخواندن، معنای سوره فاتحه را در جسم خود تطبیق میکردن، کفتر فکر میکرد که درخت خشک است. چرا؟ ای با خشوع در مقابل الله ایستاد شد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لغو چی است؟ ساز است، دول است، سرنه است. معرضون، گپای بی جای، قصه خانی و شعر خانی های بی مبتذل. والذین هم عن اللغو معرضون. باز مقابل ازی الله او طرفش صفت کی را میگه؟ صفت نماز ابو جهل و ابو لهب. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. قرآن میگه نماز ابو جهل و ابو لهب چه قسم بود؟ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. نماز از اونها پیش بیت الله شریف چی بود؟ مکا بود. مکا چی است؟ تصدیه چی است؟ مکا و تصدیه را علما میگن، تصدیه چکچک میگن، از صدا گرفته شده که یک دست دیگه دست میزنن، و مکا میگه یک انگشت بالای انگشت دیگه میگذاشتن
ددان خودی را میمانن، بازو شپلاق میکردن، پف میکردن، چک چک زده و شپلاق کرده. کجا میری ابو جهل؟ نماز میخوانن. این عطن انداختن و چیخ زدن و صدا کردن و چک چک کردن و شپلاق کردن در عبادت کی است؟ عبادت مشرکین قریش است. الله هر دوش بیان کرد. این حال الله در اینجا چی میگه؟ واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. الله را در نفست پیش خود ذکر بکن، تضرعا در حالی که تضرع داشته باشی، عاجزی داشته باشی، خشوع داشته باشی، عظمت الله در قلبت جای داشته باشه، اعضای بدنت خاموش باشه از ترس الله، و خیفه و آهسته آهسته بگو الله سمیع است، الله بصیر است، الله لطیف است، الله خبیر است. و دون الجهر من القول، بسیار صدا نکن، چیغ نزن در سخنایت، در اذکارت. بالغدو والآصال، این ذکرت هم صباحی بکن و هم شامگاهی بکن، همیشه ذکر بکن. بر ذکر برای یک نیم ساعت 5 دقیقه در روزانه یا در هفته تعیین نکن، بلکه در هر لحظه زندگیت ذکر الله را بکن. ولا تکن من الغافلین، از جمله غافلان نباش. غافل کیست؟ که ذکر الله را نمیکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم باز چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سبحان الله. حدیث صحیح بخاری هست، فهمید؟ صحیح بخاری و صحیح مسلم هر دویشان روایت میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما چی میگه؟ مثل الذی یذکر ربه، مثل الذی، مثال کسی که یذکر ربه، یاد میکنه پروردگار خود را، والذی لا یذکر ربه، و مثال کسی که الله را یاد نمیکنه. مثل چی است؟ مثل الحی والمیت، فرق کسی که الله را یاد میکنه در هر لحظه زندگی خود، در هر لحظه زندگی خود، قبل از نماز، بعد از نماز، وقت طلوع آفتاب، وقت غروب، اشراق، در هر لحظه، وقت خواب، وقت بیداری، وقت سوار شدن در موتر، وقت بالا شدن در یک منطقه، پایین شدن از یک جای، در هر جای رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی از دین ترک نکرده. پس به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم بری کل دین بر ما تشریح کرد. در بلندی بالا میشی، مثلا در موترت سرک بالاست، ذکر رسول الله هم گفته این قسم ذکر، موتر پایان میشه این قسم ذکر کن. متوجه است؟ در زینه بالا میشی این قسم ذکر کن، از زینه پایان میشی این قسم ذکر کن، از خانه خارج میشی این قسم ذکر کن. کلش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم داره. و باز چی میگه رسول الله؟ مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه. فرق بین کسی که اذکار معصوره را یاد داره، ما و شما اذکار معصوره را میخوریم که این یاد داره و با این ذکر الله را میکنه، و کسی که باز یاد نداره و اذکار الله را نمیکنه. مثل الحی والمیت، مثل مرده و زنده هست. این کسی که یاد نداره و ذکر نمیکنه، فرق بین ازی و بین ازو چی است؟ مثل مرده و زنده هست. آدمی که همین اذکار را یاد داره و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و الله را یاد میکنه، این مثل زنده هست. و کسی که نمیکنه مثل مرده هست، مثل میت هست. و دیگه در حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ الا انبئکم، حدیث صحیح، حدیث ترمذی هست و ابن ماجه هست، و در صحیح ابن ماجه و صحیح ترمذی باز این شیخ ناصرالدین البانی رحمه الله یار گفته احادیث صحیح هست. الا انبئکم بخیر اعمالکم، الله میگه آیا به بهترین اعمال شما را خبر ندم؟ و ازکاها عند ملیککم، و که بسیار زکی هست، تزکیه هست، پاک است به نزد مالکتان. و ارفعها فی درجاتکم، ایتو اعمالی که هم بهترین اعمالتان است پیش الله، بسیار چیز مزکا هست. و ارفعها فی درجاتکم، و درجاتان بسیار بلند میکن. و خیر لکم من انفاق الذهب والورق، و این بهتر است حتی از نفقه کردن طلا و نقره کده. و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم، و از یام کده بهتر است که شما
ملاقات بکنین با دشمنایتان، باز گردنای از اونا را بزنین. و یضرب اعناقکم، یا اونا شما را گردنتان بزنن. قالوا بله، گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و بله بسیار کار خوب است. قال ذکر الله تعالی، ذکر الله است، الله را ذکر بکنید، یاد الله را بکنید. در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی هست، حدیث صحیح بخاری متفق علیه هست، میگه رسول الله صلی الله علیه و میگه که یقول الله تعالی، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و میگه که الله سبحانه و تعالی گفت، پس اینجا معلوم میشه حدیث چی است؟ حدیث قدسی هست. حدیث قدسی همی است که رسول الله صلی الله علیه و در حدیث از الله روایت میکنه، میگه انا عند ظن عبدی بی، الله میگه که ما مطابق ظن در مسائل اعتقادی به معنای گمان نمیه، به معنای عقیده میه، یعنی ما مطابق عقیده بنده خود با بنده خود معامله میکنه. فکرتان باشه وقتی کلمه ظن در مسائل عادی استعمال میشه به معنای گمان است، در مسائل اعتقادی به معنای یقین است، باور است. رسول الله صلی الله علیه و آله که الله سبحانه و تعالی میگه که انا عند ظن عبدی بی، اینجا باید شک نگویی. کسایی که با گمان و شک ترجمه میکنن اشتباه میکنن. میگه ما در مقابل بنده خود چه قسم تعامل میکنم؟ مطابق یقینی که بنده بر ما دارم. و انا معه، و ما به امرای بنده خود هستم. اذا ذکرنی، هر وقتی که مرا یاد کنه. سبحان الله، وقتی که انسان الله را یاد میکنه الله با امرایش میباشه، الله با علمش، الله با قدرتش، الله با عظمتش، الله با حفظش با امرای بنده میباشه. یعنی این بنده وقتی که الله را یاد میکنه در حفظ الله هست، در حفظ الله میباشه، در رحمت الله میباشه. چی میگم؟ فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسه. سبحان الله، اگر بنده ما اگر بنده ما در نفس خود پیش خود مرا یاد کنه، ما هم پیش خود بنده خود یاد میکنم. و ان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم، اگر ای بنده ما مرا در بین یک گروه یاد کنه، پیش کلگی یاد الله را میکنه. ذکرته فی ملأ خیر منهم، ما در یک جماعت و در یک جای او را یاد میکنم که باز از این کسایی که یاد کرده و از یا کده چی است؟ بهتر است، یعنی ملائکه معصوم است. داود تو جای باز اینا را یاد میکنم. و این تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. سبحان الله، الله میگه و این تقرب، و اگر این بنده من نزدیک شوه به من با ذکر خود، با دعای خود، با عبادت خود، با خشوع خود، با تضرع خود، تقرب الی شبرا، الله میگه اگر بنده یک بلس بر من خود نزدیک بسازه، تقربت الیه ذراعا، ما باز به اندازه ذراع، یعنی الله قدر ذات کریم است. تو اگر یک بلس نزدیک شوی، الله یک ذراع از نوک چیز تا این قسمت، ایره در عربی ذراع میگن. الله یا بنده ما یک بلس به من نزدیک شد، ما یک ذراع به بنده خود نزدیک میشم. و این تقرب الی ذراعا، و اگر ای بنده ما چی شود؟ به اندازه یک ذراع به من نزدیک شود، ما به اندازه باع برازود. تقربت الیه باعا، باع را علما چی میگن؟ میگن باع الباع ذراعان، یعنی اگه بنده ما به اندازه یک ذراع به من نزدیک شود، ما به اندازه 2 ذراع، یعنی 2 چند برازو نزدیک میشم. و این اتانی یمشی اتیته هروله. سبحان الله، الله سبحانه تعالی ای به ذات و عظمت الله ما و شما تقرب الله را، نزدیکی الله را با مخلوق، الله را با مخلوق تشبیه نکنیم. لیس کمثله شیء، الله همون قسم نزدیک میشه مثل که به ذات و جلال و عظمت الله شایسته است، تشبیه با مخلوق نمیکنیم. و همچنان و این اتانی یمشی، این هم الله میگه اگر بنده ما به طرف ما با راه رفتن مشی، راه رفتن عادی رو میگن، اتیتو هرولتن، رفتن به پیشکس به تیزی و سرعت، این هم ما و شما با تیز رفتن مخلوق تشبیه
نمیکنیم. چه قسم الله می تیز به نزد بنده های خود؟ کما یلیق بجلاله و عظمته. این یاد بگیریم همیشه وقتی سوالتان میکنه از کیفیت الله کیف یاتینا هرولتن، کیف چطور این گپ میزنه که رسول الله صلی الله علیه و حدیث شریف میگه که الله تو گفت انسان یمشی میره و الله هرولتن از مشی کده تیزتر. ایناله وقتی پرساندن کرد که کیف یاتینا ربنا هرولتن فنقول یاتی کما یلیق بجلاله و عظمته. چی میگیم در جوابش؟ همون قسم که به جلال و عظمت خالق شایسته است. لا نشبهه ولا نؤوله. ما رو تشبیه نمیکنیم با تیز رفتن مخلوق، تشبیه نمیکنیم. تیز رفتن مخلوق این تیز رفتن مخلوق است، اما از خالق چه قسم است؟ مربوط غیب است. کما یلیق بجلاله و عظمته. فهمیدین یعنی؟ پس این لا نشبهه تشبیهش نمیکنیم، ولا نمثله مثل فلانی وره، چرا تمثیل هم نمیکنیم، لیس کمثله شیء. فهمیدین؟ ولا نؤوله تعویل هم نمیکنیم که از دل خود برش معنای دیگه جور بکنیم، ولا نعطله تعطیل هم نمیکنیم که ما بگیم نه این نیست و تو نیست این چطور است. نه، از ما تو که در رسول الله صلی الله علیه و آله عربی را خوب میفهمید و اختیار کلمات هم خوب میفهمید و الله از او کلام بهتر میفهمید. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله که الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی گفته ما این قبول داریم، لکن او را ما کیفیتش مثل مخلوق کیفیتش نمیفهمیم. با علم غیب الله تعلق دارن، ما در غیب نمیگیم. هر کلمه که آمد میگیم کما یلیق بجلاله و عظمته. اما قسم که به عظمت الله شایسته است من نمیفهمم، ما کیفیتش نمیفهمم. لا رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث شریف دیگه چی میگن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث ترمذی و ابن ماجه که ایرا هم شیخ ناصر الدین یارا در صحیح ترمذی و صحیح ابن ماجه ذکر کرده که یعنی احادیث صحیح هستند. میگه لا الله، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما رسول الله چی وصیت کردن؟ لا یزال، یعنی همیشه باید باشه. لا یزال، همیشه باید باشه. چی؟ لسانو که زبان تو رطبا تر باشه. با چی تر باشه؟ من ذکر الله، یعنی باید زبان تا با ذکر الله چی داشته باشی؟ ایره تر داشته باشیم. دیگه باز اینجا رسول الله صلی الله علیه و میگه که افلا یغدو احدکم الى المسجد، آیا نمیشه که یکی از شما در مسجد برین فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب الله عز وجل. ببین میگه در مسجد برن یکی از شما، نمیشه که چی کنین؟ که صبحکی برین به مسجد ای چی کنن؟ فیعلم او یقرأ، که یا یاد بگیرن یا قرائت بکنن. آیتین من کتاب الله عز وجل، دو آیت از کتاب الله را. یعنی اگه تو در یک دست ترجمه میشینی دو آیت ترجمهش یاد گرفتی، یا شش خودت تنهایی دو آیتی از قرآن خواندی با ترجمه و با معنایش. تو تست بخوانی و به معنا و معنایش هم فکرت نگیری 500 آیت بخوانی که هیچ شخصیت تغییر نه، این فایده نمیکنه. فیعلم، اول گفته علم حاصل بکنه، او یقرأ یا تلاوت بکنه آیتین من کتاب الله عز وجل خیر له من ناقتین. در اول حدیثت میگه که ایکم یحب ان یغدو کل یوم الى بطحان او الى العقیق. رسول الله میگه که آیا شما خوش ندارین در منطقه بطحان یا عقیق، نامای منطقه است، در اینجا بری در اونجا برای تو چی شوه؟ فیأتی منه بالناقتین کوماوین فی غیر اسم ولا قطیعه رحم، که اونجا تو بری برای تو دو دانه تو همون شترهای خوب لکس اما تو دو شتره که باردار هستن برای تو داشته. هم دو صاحب مالک دو تا موتر شوی. حالا اون وقت اما شتر که بود سفینه صحرا بود، یعنی دو تا کشتی بود. مثلا یک نفر بود که تو خوش نداری که صبحکی برید این فلانی منطقه موتر فروشی و اینجا دو دانه موتر برای تو بیاد، دو تا موتر هم گرفتی و دو تو چی هم نکردی؟ گناه هم نکردی، یعنی از طریق گناه هم رو حاصل نکردی و تو نکردی که قطیعت رحم بکنی که در میراث مردم خورده باشی، بدون از اینکه میراث مردم خورده باشی، بدون از اینکه گناه کرده باشی. دیگه چی است؟ فی غیر اسم. دیگه کلگی گفتن که ما خوش داریم. پس گفت افلا یغدو احدکم الى المسجد، پس بره صبحکی در مسجد فیعلم یاد بگیرم او یقرأ یا تلاوت بکنه آیتین من کتاب الله عز وجل. صبحکی که از مسجد رفتی نماز خواندی زود نبره، یک دو آیت یاد بگی در ترجمه بشی، یک دو آیت تلاوت کو، زیاد نمیتونی.
خیر له من ناقتین. این برش از 2 تا شتر کرده بیشتر است. چرا شتر گرفتی، موتر گرفتی که مردی خلاص است ماند پیشت. لکن این در دفتر اعمال تو در روز قیامت یک شتر در دفتر اعمال نامه تو گذاشته شد. 2 آیت خواندی به اندازه 2 شتر در دفتر اعمال نامه تو گذاشته شد. سبحان الله، در ترازوی میزانتون. فهمیدین؟ و 3 خیر له من 3. اگه 3 آیت خواندی یا تلاوت کردی از 3 شتر که اضافه تر است. و 4 خیر له من 4. اگه 4 تا را خوانی و من اعدادهن من الابل، به می اندازه مربوط میشد ان شاء الله تعالی به فضیلت ذکر که ما و شما در آیات و احادیث این ذکر کردیم.